این هفته خبر تو خبر داره براتون از تمدید 4 ماهه مذاکرات اتمی و تزریق دوباره زهر تو جسم ناقص عظما. این هم گزارش پرت و پلای الاغچی از مذاکرات و گیجی بعد از زهرخوری مجدد. ما البته امیدوار بودیم که تو همین فاصله 6 ماه مذاکرات توافق نهایی به پایان برسه، بتونیم به یک توافقی برسیم، ولی خب این اتفاق نیفتاد به دلیل اختلاف نظرهایی که کماکان وجود داشت در موضوعات مختلف و در مسائل مختلف. عملی نشد به دلیل فاصله زیادی که وجود داره. مواضعی که اونها دارن بعضا مواضع زیادخواهانه‌ای هست. اینکه ته این 4 ماه چه اتفاقی قرار بیفته سوال چندان مهمی نیست. علی گدا از هر طرفی بره آخرش میرسه به جام زهر و پیمونه پشت پیمونه. احتمالاً این مسیر 4 ماهه یه چیزی تو این مایه هاست. یه وقت کسی فکر نکنه که تمدید مذاکرات فقط واسه علی گدا و شیخ فری گرون تموم شده. نه، شیطان بزرگم این وسط ضرر کرد. اینم یه نمونش. زورتون به ایران نرسیده چرا از من انتقام میگیرید؟ این جمله رو این هفته داماد ایرانی جان کری گفته و اعلام کرده که دختر وزیر خارجه آمریکا به دلیل اینکه ایران در مذاکرات هسته‌ای کوتاه نمیاد و احتمالاً دو طرف به توافق نمیرسن میخواد از من طلاق بگیره. تو چنین مخمسه‌ای هرچی سیدعلی وافور داد و هوا راه بندازه و آژیر قرمز بکشه گوش کسی بدهکار نیست که نیست. نگاه با اوضاع سیاسی جهان و منطقه نشون میده که ما در مقطع حساسی هستیم. به معنای واقعی کلمه امروز یه پیچ تاریخی است. اگر قوی نباشید زور خواهید شنفت. اینو بدانید. قرار بود این ولی امر طلسم شکسته نقش فراجناحی و داوری داشته باشه، اما الان زهر کاری کرده که مجبور شده پرده ها رو کنار بزنه و خودش بیاد رو تاتمی تا شاید بتونه باندای به جون هم افتاده رو ساکت کنه. البته فرق ولی فقیه عصبی با این داور عصبانی اینه که هر جا سیدعلی وارد دعوا میشه به جایی که زورش به بقیه برسه خودش سیب میشه و مشته که میره واسه چک و چونش. منو دعوت کردن بیت رهبری همین شب 40. وقتی اون آقا زنگ زد گفتم آقا نمیام. لب و لوچه من برای آمدن بیت رهبری آب نمیفته. بهت بگم که شما هم سعی کنیم چیز زود ایمان نیاری. ایمان بیاری اون وقت مجبوری هر چی آقا همش دنبالش بری. هر جا میفهمی آقا داره میگه که اشتباه میکنه ولی دیگه هر چی گفت باید بری. حضرت آیت الله 3 تا آیت الله هم که با آقا بگن 3 تا عظما هم که روش بذارن دوباره بگو آقا ممکنه حرف آقا من باید فکر کنم. آقا اهل کشف و کرامات باش. مرتضی اهل کشف و کرامات. آقا خبر از غیب میده. مرتضی هندی هم خبر از غیب میدن. آیت الله میگن بگه. قرآن که میگه افلا ینظرون الی الابل که میگه خود یه شتر هم آیت الله. حضرت آیت الله شتر میتونیم بگیم طبق قرآن. این آقا بیاد حاج آقا سلام علیکم این دست آقا رو ببوسه این عبای آقا رو به صورتش بماله. تو دنبال هوا و هوس خودتی. آقا موقع هر چه بره با 4 نفر همراه آقا برن.
اینا بازیگریه. به همین صراحت که دارم بهت میگم، آیات اینا. کور شوم، لال شوم، کر شوم، ولی محال است که من خر شوم. این دم آخری تنها عتیقه هایی که تو پستوی ولایت باقی موندن بفاله های عمامه داری مثل این علم الهدان که میاد واسه آقاش خاکیز فرهنگی بزنه، اینجوری تو فیسبوک گیرپاچ میکنه. ادعا کرده که دولت باید فیلترینگ رو از بین ببرد و فیسبوک رو از فیلتر خارج کند. بعدم گفته 15% فیسبوک برای کشور ما مصرف نداره، 85%ش قابل استفاده و قابل مدیریته. این مثل اینه که بنده یه لیوان سکنجبین رو دستم بگیرم، به شما بگم آقا این لیوان 98%ش شکر، سرکه و شربت لذت بخش و گواراست، فقط 2%ش استرکنی داره، 2 قطره زهر داره و شما بگیر بخور. معنای شکستن فیلتر فیسبوک میدونی معناش چیست؟ یعنی معناش این است که ما دروازه فرهنگ رو به روی دشمنان پیغمبر باز کنیم. یعنی شما با شکستن فیلتر فیسبوک میخواید فرهنگ مقاومتی داشته باشید؟ خب اینا رأی اعتماد دادن که شما بیایید فیلتر شکن فیسبوک بشید. یکی از فیسبوک بازای تیر این دایناسورزاده جنتیه که کارش تو وزارت ارشاد شیخ فری پختن آش زهر فرهنگی واسه ولی فقیه. جاش هم اینجوری با تیویریش سرشاخ میشه. آقا صحبت کنید. شما که پخش نمی‌کنید برای چی صحبت می‌گیرید؟ چرا پخش نمی‌کنید دیگه؟ اوه خوب شد شما دل آرامی. این روزا ته انبار ولایت جز مشتی جنس بنجل چینی هیچی باقی نمونده. آنتیک ترین جنس این مشنگ بازار یه آخوند چینیه که هرچی تو تیویریش بازار گرمی میکنن واسهش مشتری پیدا نمیشه. حجت الاسلام و المسلمین عسکر آقایی، درسته؟ بله. معروف به آخوند چینی. یعنی چی؟ آخوند چینی چرا میگن به شما؟ شما اگه کلمه آخوند چینی تو فضای مجازی سرچ کنی انواع خبرها رو تو این وادی می نویسن که از این شهر عزیزمون اصفهان که هستیم تو روزنامه اصفهان زیبا زده بود آخوند چینی مارکوپولو می شود. آخوند در زبان چینی میشه اخون. خودم شروع کردم این شعر خوندم. شعر جایه یه شعر کودکانه است. اسمش چیه؟ شعر جایه. یعنی چی؟ جایه یعنی گشتم دنبال دوست میگشتم. خب جایه اون که این شعر حالت با تون خوندن به این حالت خودشون میخونن. جایه جا پنیو جاو到一个好朋友金格里呀我说你是我的好朋友. این شعری که من میخونم بدون اینکه خودم بخوام حواسم میره پیش محمد باقر عزیز خودم. غیر از آخوند چینی ایکس لارج، آخوند ژاپنی سایز اسمال هم تو ویترین ولایت پیدا میشه. تکنولوژی ژاپنی رو با دجالیت آخوندی قاطی کنید، حاصلش میشه این. تو ژاپن میرفتیم میوه بگیری، میوه انقدر گرون بود که مثلا انگور رو همینجا انگور داریم، اجازه بدید من نشون بدم. انگور رو کسی نمیتونست اینجور کامل بخره، بسیار کار شده و کوچیک. اوساکا رسیدم، خب اونجا غذای حلال نبود. من از ایران چند تا یه پنیر و نونی با خودم برده بودم. من در 2 روز کنفرانسی که اونجا بود با همین سفری کردم. خب حالا کسی بگه یه فرد رفته ژاپن کنفرانس بین‌المللی، پروفسور خطابش میکنن، داره با نون و پنیر خودش آره. احتمالاً ماجرای این حاجی تاناکورا که تو ژاپن غذای حلال پیدا نکرده شبیه وضعیت این باباست.
آخوندا واسه جا کردن عمامشون تو دل جوونا به هر کاری متوسل میشن، از بلغول کردن چینی و غذاخوری تو ژاپن تا بسته های پیشنهادی برای اوقات فراغت جوانها تو تابستون. این حجت الاسلام غول بیابونی پیشنهاد کرده که جوونا تابستون برن بیابونگردی. حالا چرا؟ خودتون بشنوید. تو بیابون اگه بره یه 2 رکعت نماز بخونه، اذان و اقامه هم بگه، اذان و اقامه هم بگه، 2 رکعت نماز بخونه، انقدر صف ملائک تشکیل میشه این منورش، انقدر جمعیت میان همراه این آدم رکوع میرن، همراه این آدم سجده میرن و 70,000 تا ملک براش چیکار میکنن؟ دعا میکنن. کسی که تو بیابون بره 2 رکعت نماز بخونه. این هم نتیجه کلاس آخوندا تو مدرسه‌ای در قم. حجت الاسلام نوکیا تقدیم می‌کند پیشرفته ترین روش جاسوسی با استفاده از موبایل. یکی گفت آقا جلو غیبت رو چجوری بگیرم؟ گفتم به وسیله موبایل. گفت چجوری؟ این موبایلاتون اکثرا ضبط داره ها. موبایلاتون اگه ضبط داره، هر کس شروع کرد حرف دیگران زد، بگید یه لحظه واستا، این ضبط رو میخوام روشن کنم، میخوام بذارم جلو شما ضبط کنم. ادامه میده حرفاشو یا نه؟ چرا ادامه نمیده؟ میگه شما میخوای ضبط کنی علیه من استفاده کنی. یاد مرگ حواستون باشه، هر چی حرف زدید خدا رمش پر نشده، رمی که برای ظرفای ما رو پر کرده. بزبز قندی نظام هم واسه عقب نیفتادن از همریشاش اومده تو تیوی ریش تا یه توصیه پاسداری حوزوی به دانشجوها بکنه. دانشجو باید خرمگس باشد. مگس نه، خرمگس. تشکل دانشجویی باید عین خرمگس باشه. باید اینقدر پیله کنی که طرفت بزنه تو سر خودش بلند شه بره. دیدی بعضی مگس ها خیلی پیله های خرکی میکنن، هر چی میزنی نمیره، آخرش خودت باید پاشی بری. نگذارید مسئولین آرام بنشینن. این مسئولین، اینا رو من میشناسم، اگر اینا بیخ خیرشون رو کسی نگیره، بهترینشون بعد از یه مدتی میخوابن. این خوبه شتزه. بعضی هم بیدارن کارهای دیگه میکنن. یکی از این خرمگسای معرکه این آیت الله ویدئو پروژکشنه که فکر کرده که اگر منبر رو با ویدئو پروژکتور عوض کنه میتونه مشتری جذب کنه. زمانی که وارد شدم همه منتظر بودن من برم منبر، اما در موقعی که پرده اومد پایین و ویدیو پروژکشن روشن شد، خیلی برای نمازگزار عجیب بود. ما تا حالا هر چی سخنران دعوت کردیم رفته منبر، این میکروفون بیسیمی گرفته داره میگرده و حرف میزنه. حالا نوبت میرسه به درس پس دادن یکی از بچه‌های کلاس این آخوند مشنگ و تسویه حساب با مربی عمامه‌دار. این هفته تیوی ریش گیر سپیش داده بود به حجاب و رخنه فرهنگی. جنتی لعنتی مشکل رو اینجوری لو داد. متاسفانه امروز ما مشکل داریم با مسئله حجاب. نمیدونم باید چی کار کرد. باید یک ستاد مقتدر برای بررسی مسئله حجاب به وجود بیاد. افرادی با اختیارات کامل و با امکانات کامل بنشینند راجع به این مسئله مهم چاره‌جویی بکنند. بعد از 35 سال بگیر و ببند، حالا یابوی سرکوب تو گل گیر کرده و کار آخوندا از یا روسری یا توسری کشیده به برنامه سازی واسه تبلیغ حجاب.
اینم یه نمونه تاثیرگذار که قرار تبلیغ حجاب برتر ولایی باشه، ولی بیشتر تبلیغ طلسم شکستگی عظماست. نگفته که چادر بپوشین پوشیه بزنیم، ولی یادم غلطه. پوشش مثلا ملانین های پوست خانم ها به آفتاب حساس‌تر، بنابراین هر چی بیشتر بپوشانن بهتر. خیلی هاشون میگن ما باطنمون خیلی خوبه، پاکه، ظاهرمون اینجوریه. یک طرفدار آبی میتونه لباس قرمز بپوشه بره پلو آبیا بشینه؟ میگه من دلم با شما آبیاست، میگن لباست قرمز. من بارها از پدرم شنیدم که حجاب برتر چادر، مامانم هم همین. شما نمیتونید به من بگید چشمتو ببند، من اجازه دارم تو جامعه چشممو باز بگذارم. مریضی من قند داری، دیابتی هستی، بگه باقلواه، پشمکه، صابون خانی قومه، نون برنج کرمونجه، آزاد. بابا قوانین بهداشت همش قیده که جلو آزادی شما رو میگیره. در طبیعت خودمش همش آزاد باشه. وقتی از چماق حجاب و عفاف جواب نمیگیرن، با کله میرن تو حوض فرهنگی عظما و فیلمسازی واسه حجاب. اونم کجا؟ انگلیس. سراغ یک فوق لیسانس سینما از دانشگاه هارتفوردشایر لندن رفتیم که فیلم کوتاهش درباره تأثیر یک دانشجوی دختر مسلمان و محجبه به نام رؤیا بر روی پسر همکلاسیش به نام حامد مورد استقبال این دانشگاه قرار گرفت. حامد یک پسریه که از نظر شرع و عرف ما آدم خوبی نیست. اسلام چیزی نمیدونه، مادر پدرش خیلی بهش یاد ندادن، رویا محجبه است. Your life's all devoted to your scarf and I don't even understand where this culture comes from. Excuse me? بی احترامی میکنه به رویا به خاطر اینکه واقعا هیچی در مورد حجاب نمیدونه، اما توی طول فیلم با مطالعه کردن زیاد بهش پی میبره. کاملا عوض میشه. یک دفعه این حجاب باعث میشه که حامد شروع میکنه و خیلی به یک نگاه دیگه به رویا نگاه میکنه. جان من عاشق میشود. جایزه سوت طلایی هفته تعلق میگیره به این مجری پرتاب تیویریش که سوت میزنه در ابعاد فرامنطقه‌ای و شر مسلمانان رو از سر دشمنان انشالله رفع بکنه. چی شد؟ گفتی شر مسلمانان را رفع کن؟ در انتها این شما و این مهربون ترین دکتر دنیا. ببینید این آقای دکتر واسه آمپول زدن بی درد به این کوچولوی شیطون چطوری خودشو به آب و آتیش میزنه. Let's do mine. 1, 2, ready. Let's do mama's. 1, 2, ready. Good. Daddy's got your arms. Whoa, we don't like this. What's that? A 1, a 2, a ready. Good. Yeah. All right. Is it a 1, a 2, a ready? Good. Yes. Okay. Bend it. It's a bend it. We need tissues. All right. Let's get your Band-Aids. Hold on to that. Good. We'll get your Band-Aids. What's that? Let's get this one on. You're going to take it right off. I know you guys. You take them right off. We'll take those and... Good. All right.